من کر مادرزاد 12 سال رو درمان کردم. منطقم این بوده است. بایستی از هم که این سیستم شنوایی گوشش در رحم مادر شکل پیدا بکنه. حالا اونجا به هر دلیلی شکل پیدا نکرده، رحم طبیعت که هست. در رحم طبیعت همون غذایی که در رحم مادر بهش میرسید و بهش میرسونیم. 6 ماه روغنی دادم، روغن ریحان رو، سبزی ریحان رو بجوشونه تو روغن بادام شیرین، صاف کنه، این روغن رو بچکنه تو گوشش. بعد از 6 ماه گفت حالا سمعک رو با سمعک میشنوه دیگه. از شهر کرد اومد دیگه به عنوان معجزه تلقیش. گفتم این معجزه نیست، واقعا میشه گوش رو رشد داد. تو همین قاموس کریهای پیرمردان پیرزنان میشه درمان کرد. دوباره با کمک همین روغن میشه کری دوباره برمیگرده. چرا کری ایجاد شده؟ به خاطر اینکه سردی اعصاب گوش بالا رفته، کری ایجاد شده.